حين ولدت طيب. بله سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری؟ بله بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از دوشنبه. از دوشنبه، بفرمایید. من نام خودم معرفی نکنم. بفرمایید. اصلا میخواستم از شما ایسا تشکر کنم برای برنامه‌های خیلی جالب. سلامت باشید. بله اصلا درباره برنامه‌ای که در یک هفته درباره تاجیکستان در و آسیا کمتر با شما میخواستم صحبت کنم. یک دو جمله اجازه میدهید؟ بفرمایید. از وقتی همین برنامه شما تشکیل شده است باور کنید تاجیکستان ما خیلی و یک بحری که طوفان در آنجا طوفان من همین مقصد شمال و من هم خیلی چیزها خلق به نهایت بی‌ضابطه شدگی هستن. درست. مقصد خیلی بیدار شدگی هستن. از شما تشکر میخواستیم. و در برنامه موضوع امروزه شما که درباره شیعه ها من همین سخنها به نهایت باز یک بار دیگر از شما ما می‌ندار میشویم همین برنامه‌تون رو زیادتر کنید به خاطر که تاجیکستان ما خیلی از همین خیلی چیزها عقیب رفته است و مثلا نمیدونم شیعه چیست سنی چیست بسیار است. چند سال پیش در تاجیکستان ما کمیته امامزاد امام خمینی در همینجا سر و کار داشت و همین کمیته اصلا ما تا حاضر نمیدونستیم که کمیته امام خمینی این کمیته شیعه هستند زیرا که تحصیلات آن به ما یگان نمود مثلا یگان خود کتاب و من هم توفه میکردند و من اکنون از یک جهت من از دولت خودم کمتر راضی هستم که زبان فارسی رو خلق نمیتوانند خونده که کتاب های آنها رو خوانند و مقصد درباره صحابه های بهترین دوره پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره عمر و ابوبکر و عثمان و حضرت علی صحابه هر حروفات هایی که بر ضد آنها نوشته شده است ما حاضر میفهمیم. راستی گر من خودم کم فارسی رو میخونم و میدونم که علاقه از برنامه های شما هم که همین سنی از چه فرق دارد یعنی آنها چقدر که خوبشان خواستگی هستند همین کتاب ها رو ترجمه کرده که هستند. درست. تشکر از شما خواهر گرامی. من همین بله و من خیلی چیزها رو بسیار توجیه من نمیدونم و درباره همین شیعه ها کمتر بسیارتر اگر تفسیرتر میفهموندید آنها هم آگاه میشدن بینیات خوب میشد. انشالله حتما انشالله درباره این موضوع هم برنامه خاصی خواهیم داشت. تشکر از شما خواهر گرامی. زنده باشید. تشکراتم هستم.